جمعیت دارای مسئولیت محدود کفالت کامل که سال 2018 در نوشت و منصور شهر دوشنبه تأسیس یافته است، برای کمکش به پشت پا زدن تحریمات به ضد جنگ اوکراین بالای روسیه جاری شده بر روی خط سیاه امریکا افتاد. وزارت مالیه امریکا روز 13 دکامبر سال 2023 در سامانه رسمیش تحت تحریم قرار دادن بیش از 150 نفر و شرکت و کارخانه‌های خبر داد که بعد جاری شدن تحریمات غربی داد و گرفت‌های خود را با روسیه ادامه دادند. در بین آنهایی که از سوی امریکا تحت تحریمات قرار داده شدند، این دفعه بار اول یک شرکت تاجیکستانی با نام شرکت کفالت کامل نیز هست. شرکتی که در تاجیکستان تأسیس یافته است، جمعیت دارای مسئولیت محدود کفالت کامل بر روسیه از طریق امارات متحده عرب قسم‌های احتیاطی هواپیما می‌فرستاده است. کفالت کامل بر اساس فرمان رقم 14024 همچون شرکتی که در ساحه هوایی و کیهانی روسیه کار می‌کند یا کار می‌کرد شناخته شده است. گفته می‌شود در شرح وزارت مالیه امریکا پیرامون شرکت تحریم شده از تاجیکستان این اداره درباره اینکه کدام فعالیت‌های مشخص شرکت کفالت کامل باعث تحت تحریم قرار گرفتن شد تفصیلات نداده است. ولی ماه آگوست سال 2023 خبرگزاری ریترز در یک گزارش تحقیقاتی تحت عنوان روسیه هواپیماهای ساخت غربیش را با چه راهی در آسمان حفظ کرده است از جمله درباره دو شرکت تاجیکستانی خبر داد که به شرکت‌های هواپیمای روسیه برای عبور تحریمات بین المللی کمک میکنند. ریترز از جمله معلوم کرده است که شرکت‌های کفالت کامل و استقلال 20 به واسطه امارات متحده عرب به شرکت روسیه هواپیمایی اورالسکی اویالینی قسم‌های احتیاطی فرستاده است. اسناد گمرکی نشان می‌دهد که طی 14 ماه تحقیق کرده ریترز قسم‌های احتیاطی خیلی مهمتر از فناوری‌های بلند چون گیروسکوپ‌های لازری مجهز می‌باشند از امریکا به دست اورالسکی اویالینی رسانیده شدند. از جمله ماه ایول سال 2022 یک بخش این مالها را به اورالسکی اویالینی توسط امارات متحده عرب شرکت استقلال 20 یک شرکت بیناکاری از تاجیکستان فرستاده است. بر اساس سندهای گمرکی ماه سپتامبر سال 2022 شرکت دیگر بیناکاری از تاجیکستان کفالت کامل نیز به واسطه امارات متحده عرب به روسیه قسم‌های احتیاطی فرستاده است. محمد بشیر یعقوبوف مدیر شرکت استقلال 20 به زنگ‌های تلفنی با درخواست شرح قضیه پاسخ نداد. خبرنگارهای ریترز نتوانستند با کامل جان یعقوبوف رهبر شرکت کفالت کامل هم تماس بگیرند. نوشته بود ریترز معلوم نیست که رهبران این دو شرکت محمد بشیر و کامل جان یعقوبوف خویش و تبارند یا تنها هم نسبند. با گذشت قریب 4 ماه از نشر تحقیقات ریترز نه استقلال 20 نه کفالت کامل با چون در این گزارش نسبت به آنها صدا داده پاسخی ندادند. واکنش شرکت کفالت کامل و مقامات رسمی تاجیکستان با قرار وزارت مالیه امریکا در مورد تحت تحریم قرار دادن این شرکت تاجیکستانی تا حال نشر نشده است. این بار اول نیست که شرکت‌های تاجیکی و زادگان تاجیکستان به کمک به روسیه برای عبور تحریمات غربی عیبدار می‌شوند. روز 31 دکامبر سال 2023 در شهر نیویورک امریکا 3 نفر شهروندان روسیه و کانادا نیکولای گالتسوف و کریستینا پوزیریووا و شهروند روسیه و تاجیکستان سلیمجان نصرالدینوف که در بروکلین زندگی میکرد با اتهام پشت پا زدن تحریمات به ضد روسیه جاری شده و صادرات غیر قانونی فناوری‌های نفت برای کارخانه‌های حربی روسیه از جمله به کارخانه‌های مربوط به وزارت مدافع آن کشور به مبلغ $10 میلیون دستگیر شدند.